ما امروز در زبان پارسی واژه‌ای داریم به نام پزشک که این واژه در ریخت کهن‌ترش یعنی در زبان اوستایی بوده بعش از ز. بعش یعنی درد و رنج، ز یعنی زدن، یعنی کسی که با درد و رنج مبارزه می کند. این معنای پزشک میشه که در زبان جلوتر از اوستایی که زبان پهلوی باشه شد بچیشک و در زبان فارسی تا قرن پنجم بود پزیشک که بعدش امروز شده پزشک که به معنای کسی است که با درد و رنج مبارزه می کند. اما هنوز در زبان ارمنی‌های جهان به گونه بزیشک که همون پزشک باشد معنا میدهد. ما یک رساله داریم در پهلوی به نام خسرو ریدک که در یک جایی از این رساله درباره گلها داره صحبت میکنه. یک جایش میگه که خیری بوز ایتون چگون بوزی به چیشکی، بوی گل ختمی همانند بوی پزشک است. اما یک بیت 1000 ساله از فردوسی که به واژه پزشک اشاره داره: پزشکی و درمان هر دردمند، در تندرستی و راه گزند. اما در ایران باستان پزشکان رو در رده‌های گوناگون دسته‌بندی می‌کردند. دارو پزشک، پزشکی که با دارو درمان می‌کرد. کارت پزشک که امروز ما تو عربی بهش میگیم جراح. دام پزشک، داد پزشک که امروز ما بهش میگیم پزشکی قانونی، یعنی پزشکی که اندازه آسیب بر جانوران و مردم رو گزارش می‌کرد. مانتر پزشک، پزشکی که با گفتار اندیشه برانگیز بیماران رو درمان میکرد. حالا اگر دوست داشتین این رو برای دوستان پزشکتون هم بفرستین که معنای پزشک رو در فرهنگ ایران باستان بدونن.